تمرین 13 تمرین گام دشتی هست. گام دشتی رو توی پوزیشن چهارم تمرین میکنیم که تو ویدیو قبلی پوزیشن چهارم عرض کردم خدمتتون. از نوت سی شروع میشه علامت فا دیز. اول میتونیم با آرش‌های جدا کار کنیم، یعنی سی دو ره می فا سول لا، سی دو ره می فا سول لا. میریم تو پوزیشن چهارم، این سی این میاد اینجا انگشت اول، سی ره دو دیز دو می ره دو بکار دو، سی و برمیگردیم پوزیشن سوم، سی لا سول سی کرون لا دو سی کرون همچنان سی لا، سول برمیگردیم سول فا می ره دو، سی بکار سی لا سول لا سی لا سول فا می ره دو، سی دو سی لا سی لا سی دو سی می ره سی. حالا با یارش سی دو ره می فا سول لا، سی دو ره می فا سول لا. میریم پوزیشن چهارم، سی ره دو می ره دو به کار میشه اینجا، یعنی انگشت دوم به اول میشه از دو، سی لا سول سی لا دو سی لا، برمیگه سول فا می انگشت چهارم ره دو، سی به کار سول لا سی لا دست فا می ره دو، سی دو سی لا سی لا سی دو سی ره می ره سی. توی همه ویدیو قبلی عرض کردم، تو این ویدیو هم میگم هدف از تولید این ویدیوها درخواست در اون دسته از عزیزانی بوده که دسترسی به معلم و کلاس نداشتن و ما هم خواستیم خدمت کوچیکی کمک کوچیکی به این عزیزان کرده باشیم. اگر نه هیچ گونه ادعای پشت هیچ کدوم از این فیلم‌ها وجود نداره.